الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه همتون خوب، صحتمند و سرحال باشین و شاگردانی که در صنف با ما حضور دارن خوب صحتمند باشن. خوب هستین شاگردا؟ بخیر آمدین. بسیار خوب. امروز تعلیم تربیت اسلامی صنف نهم درس 28 صفحات 84 الی 85 کتابتان هست. بسیار زود دقت بکنین، موضوعات جدید امروز هم یاد میگیرین و قبل از او یک مرور به درس گذشته ما هم داشته باشیم که این درس شامل کدام موضوعات بود. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. فضیلت سلام را خواندیم و در رابطه به فضیلت سلام لفظ عربی حدیث، معنای کلمات، ترجمه حدیث شریف، شناخت راوی و در قسمت آخر حکمت و فواید درس را یاد گرفتیم. ای که سلام دادن چه جایگاه بلند را داره و حتی گفتیم که افرادی که بین هم قهر هستند، سلام دادن باعث ایجاد الفت، صمیمیت و محبت بین دو طرف میشه و باعث میشه که همون جنگ و نزاعی که بین دو طرف وجود داشته را به کلی از بین ببره و موضوعی بین دو طرف باقی نمانه. در رابطه به این موضوع و ما این را خواندیم که چقدر میتونه حتی علامه ایمان هست و تکمیل کننده ایمان هست. زمانی که ما میخوایم ایمان ما را تکمیل بسازیم و خوب بهتری هست که ما اعمال خود را واقعا امو اعمال شایسته‌ای که هست را انجام بدیم تا ای که ما وارد جنت شویم. و در رابطه به این هم صحبت کردیم که جنت برای افراد هست که اعمال صالحه را انجام میدن و در این قسمت تمام موضوعات که راجع به درس بود و ای که فضیلت سلام چگونه بود را براتون همه موضوعات را اشاره کردم و مشکل باقی نمانده. شاگردای عزیز، درس امروز تعلیم تربیت اسلامی صنف نهم درس 28 صفحات 84 الی 85 کتابتان هست و موضوع امروز ما اهمیت وقت و صحت است که موضوعات را که شامل میشه در این درس هم براتون بگویم که این درس شامل کدام بحثا میشه. لفظ عربی حدیث را میخوانیم، در این حدیث شریف معنای حدیث شریف را میخوانیم، معنای کلمات را میخوانیم، حکمت و فوایدی که در این درس وجود داره را هم امروز میخوانیم و یاد میگیریم. اهمیت وقت و صحت لفظ عربی حدیث هم در وجود داره که براتون میخوانم، بسیار دقت بکنید. در رابطه به اهمیت وقت و صحت حدیث هست و لفظ عربی حدیث هست که براتون میخوانم، دقت داشته باشید. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال النبی صلی الله علیه و سلم نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة و فراغ رواه البخاری و ترمذی. دوباره براتون میخوانم، بسیار دقت بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال النبی صلی الله علیه و سلم نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة و فراغ رواه البخاری و ترمذی. لفظ عربی حدیث بود که براتون خواندم. خدا کنه که دقت کرده باشین و مشکل باقی نمانده باشه. معنای کلمات را هم بفهمیم که این کلمات برگرفته شده از کدام معناها است. نعمتان دو نعمت، نعمتان دو نعمت، مغبون خساره دیده است، مغبون خساره دیده است، الفراغ وقت و فرصت. این هم بود معنای کلمات که بسیار زیاد مهم هست که این را هم شما باید بفهمید. آشنایی با راوی حدیث هست در قسمت حدیثتون آمده که بفهمیم که این حدیث را کی روایت کرده. صحابه بزرگوار عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب پسر کاکای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و در طفولیت به دین اسلام مشرف گردیدن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حق ایشان دعای خیر کرد و از جمله فقهای صحابه کرام به شمار میرن و بیشتر از 2000 حدیث را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کرده و در سال 68 هجری در طایف وفات کرده. این هم بود راوی حدیث و خوب است ترجمه حدیث را هم بفهمیم که این حدیث ترجمهش چی هست. از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: دو نعمت است که عده زیادی از مردم در آن خسارت دیدند و از آن در غفلت به سر میبرند.
یکی صحت و تندرستی و دیگری وقت است. این هم بود ترجمه حدیث که خدا کنه همه موضوعات را فهمیده باشیم. در رابطه با حکمت حدیث شریف هم بفهمیم که این حدیث برگرفته شده از کدام حکمت هست. بزرگترین ثروت و دارایی انسان صحت و وقت است و همه ارزش ها و موفقیت های انسان ها بستگی داره به این دو اصل اساسی. و این دو نعمت هست که ما را میتونه با مو اهداف بلندی که داریم ما را برسانه. زمانی که اگر ما تندرست باشیم خوب میتونیم کار بکنیم و زمانی که اگر فرصت کار وقت مناسب ما داشته باشیم. اینجا هست که اگر صحتمندی هم باشه در این صورت هر دو با هم یک جور شده و ما میتونیم به شکل درست به اهداف خود برسیم. و استفاده از این به این معنی هست که اگر ما از وقت خود و صحتمندی خود استفاده کرده باشیم به این معنی است که زندگی را به شکل بسیار درست و خوب پیش بردیم و زندگی خود را ضایع نساختیم. ولی اگر تندرستی و وقت خود را از دست بدیم به این معنی است که ما همون زندگی خود را به شکل درست و پیش نبردیم و اون را ضایع ساختیم. استعدادها و ابتکارات ذهنی و نیروی تفکر انسان وقت کار میکنه که بدنش سالم باشه، تندرست باشه و بتونه به شکل درست به اون مراحل فکر بکنه و تفکر بکنه. و زمان این کارش نتیجه خوب میده یا حاصل خوب میده که وقت و فرصت کافی برای پیشبرد امور خود داشته باشه، برای شکوفا ساختن استعدادهای خود داشته باشه. اگر وقت کافی نداشته باشیم پس معلوم دار هست که ما نتونستیم امو استعداد را که ما واقعا داریم، امو توانایی را که داریم را خوب استفاده بکنیم. و اکثر انسان ها از این دو نعمت که خداوند متعال بر ما داده توجه لازم را برش انجام نمیده و حتی به شکل بسیار زیاد سریع از نزد ما میگذره و ما غافل از هستیم که عمر ما که خداوند متعال این نعمت را بر ما داده از ما گذشته و حتی در این مدت عمر خود ما نتونستیم کدام کار را انجام بدیم. اینجاست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را هشدار داده و متوجه می‌سازه ای که از این دو نعمت بزرگ خوب استفاده بکنیم و فرصت سلامتی را برای عبادت خداوند متعال و آبادانی دنیا و آخرت غنیمت بشماریم و این فرصت را امروز ما داریم. اگر ما امروز جوان هستیم، کودک هستیم و یا بزرگسال هستیم، این فرصت خداوند متعال بر ما عطا کرده تا ای که عبادت بکنیم به شکل بسیار درست و خوب و در دنیا هم کارهای خوب را انجام بدیم تا ای که در آخرت پشیمان و نادم نباشیم. شاگردای عزیز، این هم در قسمت حکمت درس بود. در رابطه با درس فواید هم وجود داره که ما باید بفهمیم که این درس چی فایده هایی را بر ما میرسانه. تندرستی و داشتن این دو نعمت بزرگ که خداوند متعال بر ما ارزانی کرده از جمله امور هست که ما باید همیشه شکرگزار باشیم و از خداوند متعال وقتی شکرگزاری میکنیم از این نعمت ها هم استفاده خوب بکنیم. زمانی که تندرست هستیم خوب کار بکنیم، زحمت بکشیم و تلاش بکنیم و زمانی که فرصت باقی هست از فرصت های خود استفاده بکنیم، عبادت خداوند متعال را انجام بدیم، به امور دنیا و آخرت هم بپردازیم. در رابطه با توجه به حفظ صحت هست. چون میگیم که وقایه بهتر و آسانتر از علاج است. زمانی که ما اگر خود را وقایه بکنیم از امراض پس ما مبتلا نمیشیم به امراض و ما را امراض گوناگون مبتلا نمیسازه. ما پیشگیری میکنیم و این باعث میشه که تن ما سالم بمانه و ما هیچ وقت مریض نشیم و نباید در رابطه به حفظ صحی خود چشم پوشی بکنیم و حفاظت از را باید داشته باشیم، نگهداری بکنیم خود را. زمانی که ما اگر خود را و حفظ صحی خود را نگاه بکنیم به این معنی است که ما از امراض خود را دور ساختیم و باعث شده که ما تندرست و سالم هم باشیم و حتی باعث میشه که ما بعدها پشیمان نشیم که چرا ما ای کاش این کار را نمی کردیم و امروز سالم میماندیم. اگر از ابتدا دقت داشته باشیم، فکر بکنیم، حفظ صحی خود را نگاه بکنیم، تندرست باشیم، این یک فرصت بسیار خوب می باشه تا اینکه ما بتونیم موفق شویم. مورد بعدی از فوایدی هست که اکثر مردم از قدر این دو نعمت بسیار غافل و بیخبر هستند. یعنی یک مدت از عمر خود را سپری میکنن بدون از اینکه بفهمن که این عمر با ارزش خداوند متعال برشان ایجاد کرده، برشان داده تا اینکه از این فرصت در عبادت، در تلاوت قرآن، در سایر امور بتوان استفاده بسیار خوب بکنن. و قدر این دو نعمت را بفهمیم و شکرگزار نعمت‌های خداوند متعال باشیم. و در رابطه با فایده آخر درستان باید بگویم که
صحت و جوانی کامیابی هست. یعنی زمانی که اگر ما صحتمند هستیم، جوانی داریم، این فرصت را خداوند متعال بر ما مهیا ساخته. از جوانی خود باید استفاده بکنیم، درس بخوانیم، به احکام الله متعال پابندی داشته باشیم و صحتمندی که امروز داریم را هم شکرگزار این نعمت باشیم و در رابطه به صحتمندی خود ما بتونیم فعالیت‌های بسیار زیاد داشته باشیم در هر عرصه از زندگی ما. شاگردای عزیزی هم بود فواید از درس که بر ما بسیار موضوعات خوب و نکات خوب را هم یاد داد. سوال باقی نمانده؟ نه. بسیار خوب. پس اگر سوال باقی نیست، درس را به شکل کلی فهمیدین، میریم به طرف خلاصه یا جنبندی درس. درسمون را یک جنبندی میکنیم که امروز از این درس کدام موضوعات را یاد گرفتیم و چه چیزها باعث میشه که ما خود را حفظ صحیح خود را پاک و منظم نگاه بکنیم. در رابطه به اهمیت وقت و صحت صحبت کردیم. گفتیم که اگر امروز ما وقت داریم و فرصت از این داریم که باید تلاش بکنیم، کار بکنیم و صحتمند هستیم، باید از این نعمت خداوند متعال شکرگزاری هم بکنیم. لفظ عربی حدیث بود که خواندیم، معنای کلمات را خواندیم، با راوی حدیث هم آشنا شدیم و در قسمت آخر حکمت و فواید درس را هم فهمیدیم که این درس به ما چی را یاد داد. باید خود را نگاه بکنیم از امراض و گفتیم این فرصت ها را خداوند متعال هر بار بر ما مساعد نمی سازد. جوانی یک بار بر ما می آید و ما باید در این مرحله خود تلاش بکنیم، صحتمندی داریم، خود را به مو اهداف واقعی که واقعا می خواهیم برسیم و باید برسانیم. در رابطه به درس و موضوعات درس هم موارد را فهمیدید شاگردای نازنین و در قسمت آخر شما یک کارخانگی هم دارید. کارخانگیتان را نوشته بکنید. فواید درس را بنویسید. دوباره میخوانم، فواید درس را بنویسید. شاگردای عزیز، کارخانگیتان را با دقت حل بکنین و درس امروز را همینجا به پایان میرسانیم تا درس بعدی. خداوند حافظ و نگهدار همه ما. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.